برای تست کل دیود و دیودها اون تو سر تست دیودی میذاریم. کل دیود متشکل شده از 4 تا دیود که یه پکیجیه که داخلش قرار داره. همونجوری که روش هم نوشته پایه های وسطش AC برق مستقیم AC میاد و از این طرف پایه مثبت و این برم پایه منفی خارج میشه. برای تستش مثبت سر پایه منفی. خب سالم. اینجا عددها باید دیودی باشن، یعنی بین 4 دهم تا 6 دهم. ولی پایه اولی با آخری چون 2 تا دیود میفته بینشون عددی بین 800 تا 1000 میده. اینجا سالمه. حالا برعکس تست میکنیم. این سالمه. این کلیه رو چک میکنیم. این پایش اتصاله. پایه بعدی سالمه. برعکس اینم به این اتصاله. تا این کلیات خرابه. حالا این دیودها از یه طرف راه بدن، از این طرف راه میدن و از این طرف راه نمیدن. این یکی راه نمیده، راه میده. پس اینا سالمه.